کار بن مژه رو انجام میدیم. تو کار بن مژه از شستتون استفاده کنید که خوده رو هم دیگه چیز کنید و بعد بن مژه میشه این قسمت چشم. مقدار رنگ رو برمی‌دارید، بن مژه کاملا به پایین چپ میشه. مژه ها رو هم دیگه به این صورت چپ کنید، یه فشار بدید میاد بیرون. به این صورت بن مژه رو میزنید، از وسط شروع کنید، رنگ رو بردارید آهسته. این قسمت میشه لحظه چشم، اجازه ندارید بزنید. اگر تو این قسمت شما کار انجام بدید باعث میشه چشم مشتری ریزش پرتاتون که میاره، اشک چشم مشتری هم ریزش پیدا میکنه، پلکش میفته پایین. به این راحتی بن مژه به این سرعت 3 دقیقه‌ای زده میشه.